اهل‌دین علی شیرزاده در دعوت تیرماهی سال 2023 اختیاراً به کمیسریت حربی ناحیه تیمورملک حاضر شده از معاینه طبی گذشت. او با دیگر همسالانش بعد ختم کورس‌های کوتاه مدتی رانندگی در مجلس تنتنوی به مناسبت روز دعوت شونده صاحب شهادتنامه رانندگی شد. بعد از 2 سال خدمت در صف قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان، اهل‌دین به زادگاهش برگشت و مادر و خویش تبارش او را با خوشنودی استقبال گرفتند. مادرش افتخار از آن دارد که اهل‌دین از مکتب مردانگی گذشته به یک جوان تنومند و محافظ وطن تبدیل یافته است. این دویم فرزنده که در خدمت حربی بود. وقتی که روان میکردم به خواهش خودش بود. اوچه من میرم که میرم. خیلی رفت اومد 2 سال هیچی نگذشت. خرسندم. این اشک شدیه. قواهای مسلح دعوت شدم و در قسم حربی 0215 در اسفر 2 سال خدمت کردم. امروز به خانه برگشتم و میخواهم که در آینده در قسم نظامی کار و فعالیت کنم. جوانانی که از خدمت مادر وطن برمیگردند بخش کار با جوانان و ورزش ناحیه پیوسته و آخری آنها را با جوانان سن دعوتی تشکیل می نماید. محافظان وطن به جوانان و خدمت در صف قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان و شرایط های مهیا گردیده را برای افسران و سربازان نقل می کنند. وقتی که جوانان شجاع وطن از خدمت مادر وطن برمیگردند، ما هم صحبت و آخری های آنها را با دیگر جوانانی که چه خواننده های مکتب هستند، چه جوانانی که مثلا سن دعوتی هستند، در میان آنها تشکیل و برگزار می نماییم تا شوق و ذوق دیگر جوانان با خدمت مادر وطن بیشتر و بهتر شود و همین نتیجه خود را داد، چون می بینیم سالهای اخیر در ناحیه نقشه دعوتی تیرماهی یا بهاری گوییم در یک مهلت کوتاه‌ترین یعنی اجرا می‌گردد. برای خدمت صادقانه و صافدلانه جوانان از قسم‌های نظامی ده‌ها سپاسنامه به مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه تیمورملک و والدان سربازان وارد گردیده است.